دوست خوب من سلام. به کانال مدرسه تاروت خوش اومدی. توی این کانال در کنار تو دوست خوبم هستم تا قدم به قدم با هم پیش بریم و تو رو تبدیل به یک تاروتخانه حرفه‌ای بکنم. خود من برای یاد گرفتن مطالبی که دارم به رایگان در اختیارت قرار میدم هزینه زیادی کردم و بیش از 10 سال هست که در زمینه تاروت تحقیق و مطالعه میکنم. در کلاس های گرون قیمت شرکت کردم و جزوه های گرون قیمتی را خریدم. اما از روز اول با خودم عهد بستم حالا که تاروت و روح مقدس تاروت من رو انتخاب کرده و تصمیم گرفته که من به عنوان یک تاروت خوان در کنارش باشم، به افرادی که مثل گذشته خود من برگزیده روح مقدس تاروت هستند کمک کنم تا بتونن به صورت رایگان و بدون اون دردسرهایی که من کشیدم یک تاروتخانه حرفه‌ای بشن. قبل از هر چیز ازت میخوام کانال من رو سابسکرایب کنی و ویدیومو اگه دوست داشتی لایک کنی. اگر به من انگیزه و امید بدین تا پایان آموزش هایی که مد نظرم هست میتونم در کنارتون باشم، چون با وجود مشغله های زیادی که دارم زمان و انرژی زیادی رو برای تهیه این ویدیوها میذارم. پس شما هم به من انگیزه بدین تا بتونم باهاتون باشم. دوست خوبم، اول یه قلم و کاغذ بیار و مطالبی رو که بهت میگم یادداشت کن. امروز میخوام یک کلیت در مورد چگونگی تهیه کردن کارت ها، همینطور ارتباط برقرار کردن، نگهداری از کارت ها و یک توضیح اجمالی در مورد 22 کارت آرکانای کبیر بهت بدم. این رو بهت بگم که در ویدیوهای بعدی در هر ویدیو 1 یا 2 تا کارت رو مفصلاً برات توضیح میدم، طوری که تمامی نمادهای موجود در هر کارت، رنگها و معانی رنگهای موجود در کارت، مشاغل و بیماریهای مربوط به هر کارت، حروف اسمی، وعده‌های زمانی و کلمات کلیدی مربوط به خواندن اون کارت ها رو یاد بگیری. در نهایت هم وقتی 78 کارت تاروت رو بررسی کردیم چگونگی ارتباط دادن کارت ها رو بهت یاد میدم تا تو تبدیل به یک تاروتخانه حرفه‌ای بشی. برای شروع بهتر هستش که از سری کارت های رایدر وایت تاروت یک سری تهیه کنی. میتونی سری های دیگه ای رو هم بگیری، اما آموزش های من بر اساس کارت های رایدر وایت هست. بیشتر کتاب های آموزشی، سایت های آموزشی هم بر اساس همین کارت هاست. حالا این مسئله دلیل داره، به خاطر اینکه نمادهای موجود در این کارت ها بسیار واضح هستند. رنگ ها که در کارت تاروت و تاروتخوانی بسیار حائز اهمیتن، در کارت های سری رایدر وایت رنگ های واقعی هستند. یعنی رنگ هایی هستند که در تاروتخوانی ما میتونیم بر اساس اونها و ارتباط رنگ با کارت بغلی، کارت کناری خودش تصمیمات درست رو بگیریم و به خواست و سلیقه طراح کارت تغییر رنگ درشون صورت نگرفته و همون رنگ های اصلی تاروت هستن. حالا عزیز من، مهم نیست که حتما کارت رایدر وایت بگیری و کارت فیزیکی در دست داشته باشی. حتی میتونی کارت های رایدر وایت رو از اینترنت سرچ کنی و پرینت بگیری. ولی من با تجربه‌ای که دارم بهت میگم بهتره کارت های فیزیکی رو تهیه کنی. وقتی کارت ها رو تهیه کردی بهتره که باهاشون ارتباطت رو شخصی کنی. اینا یه سری کارت نیستن که در دستتن. اینها 78 قطعه جادو هستن که با هم یک بسته تاروت جادویی رو میسازن. یک دوست و آشنا هستن که صاحب روح و شعورن
و میخوان باهات ارتباط برقرار کنن. پس تو باید بهشون فرصت این برقراری ارتباط رو بدی و متقابلاً در برقراری ارتباط باهاشون تلاش کنی. به هیچ عنوان نذار شخص غریبه‌ای به کارتات دست بزنه. این کارت ها فقط مخصوص به تو هستن. کارت ها رو در دستت بگیر، روی کارت ها نفس عمیق بکش و انرژی خودت رو باهاشون هماهنگ کن. چشماتو ببند و با نیت پاک از کارت ها بخوا که باهات ارتباط برقرار کنن. حالا نوبت به چگونگی نگهداریشون میشه. این برقراری ارتباط برای هر بار فال گرفتن لازمه. کارت ها رو در پارچه های طبیعی مثل کتان یا ابریشم نگهداری کن. حتی میتونی کارت هات رو در یک تکه پارچه مخمل تمیز هم نگهداری کنی. این کارت ها همونطور که گفتم صاحب روح و شعور هستند. پس بهشون یک حریم خصوصی بده. در یک جعبه زیبا نگهداریشون کن و چند سنگ هم به عنوان پاکسازی کننده انرژی کنارشون قرار بده. پیشنهاد من 2 تکه سنگ آمیتیس هست. به خاطر اینکه هر بار با این کارت ها فال میگیری و تاروت خوانی میکنی و به قول ما تاروت خوان ها هر بار کارت میریزی، انرژی صاحب فال در کارت ها میمونن. پس بعد از جمع کردن کارت ها باید حتما پاکسازیشون کنی، شمع روشن کنی، عود بسوزونی و در کنار سنگ های پاکسازی کننده قرارشون بدی. در این دنیای اسرارآمیز کارت های تاروت 78 کارت داریم. 22 تا از این کارت های آرکانای کبیر یا تاروت کبیر هستند. در این ویدیو فرصت نمیشه. همینطور که میخوام کلیگویی کنم در مورد کارت های کبیر از کارت های صغیرم برات بگم. پس فعلا در حال حاضر فقط داستان کارت های کبیر رو برات روایت میکنم. خیلی به صورت کلی. بعد هر کدوم از این کارت ها یک داستان مفصلی هستن و بسیار بسیار چیز حرفایی برای گفتن دارن. نمادهاشون، مفاهیم رنگهاشون، مفهوم عدد مربوط به اون کارت، حروف اسمی، وعده های زمانی، شغل مربوط به کارت، بیماری های مربوط به کارت، چگونگی ارتباط گرفتن این کارت با کارت های کناریش. همه اینا میتونن مفهوم های خاص خودشون رو داشته باشن، بحث های مخصوص به خودشون رو داشته باشن که در یک ویدئوی مجزا برای هر کدوم از کارت ها بهتون میگم. کارت های آرکانای کبیر کارت های روایت کننده داستان سفر قهرمان هستند. یعنی چی؟ یعنی یک قهرمان از بی تجربگی و خامی کارت ابله سفرش رو شروع میکنه، قدم به قدم جلو میره تا به پختگی و تکامل در کارت کائنات برسه. در مورد عدد مربوط به هر کارت، از عدد 0 تا 21 رو شماره گذاری کن تا برات کارت ها رو که میخونم خودت در کنار هر عددی اسمش رو بنویسی. به خاطر اینکه من کارت ها رو به ترتیب میگم. کارت اول ابله هستش. شماره مربوط به ابله شماره 0. نشون دهنده شروع تازه، بیباکی و اعتماد به زندگیه. این کارت در کنار کارت های دیگه که قرار بگیره معانی خیلی زیادی رو میتونه به ما نشون بده. ابله در کنار بعضی از کارت ها حتی میتونه نشون دهنده بارداری ناخواسته باشه. این رو بهت میگم که بدونی هر کارتی رو که برات اینجا دارم خیلی سریع میگم و از روش میگذرم چقدر میتونه معنی و مفهوم داشته باشه و چه بحث مفصلی میتونیم در موردش داشته باشیم در ویدئوی مخصوص به خود کارت. کارت شماره 1 کیمیاگر یا جادوگره. نشون دهنده مهارت، خلاقیت و توانایی عمل کردنه. این کارت به معجزه هم اشاره داره.
کارت شماره 2 کارت کاهنه اعظم هستش. نشون دهنده شهود، رازها و آگاهی درونیه. این کارت در مورد مشاغل مثلا میتونه به یک تاروتخوان اشاره داشته باشه، یا کسی که با علوم غریبه کار میکنه، یا کسی که حس ششم بسیار قوی داره. کارت بعدی کارت امپراتور زن هست. نشون دهنده باروری، عشق و رشد طبیعیه. کارت شماره 4 امپراتور مرد هست. نشون دهنده اقتدار، ساختار و نظم هستش. کارت شماره 5 کارت کاهن اعظم هست. نشون دهنده دانش معنوی، سنت و آموزشه. اگر بخوام یک قطره از دریای کارت کاهن اعظم رو بهت بگم، مثلا این کارت میتونه نشون دهنده ثبت شدن یک ازدواج در نیت‌های عاطفی باشه. کارت بعدی کارت عشاق هست. نشون دهنده انتخاب، ارتباط قلبی و هماهنگیه. حالا خود کارت عشاق اگر در نیت‌های عاطفی بیاد که معلومه نشون دهنده ارتباط عاطفی قویه، که البته با کارت‌های قبل و بعدش میتونیم تفسیر مناسب رو براش داشته باشیم، ولی چون که اسمش عشاقه حتما نمیتونه نشون دهنده رابطه عاطفی باشه. در مورد نیت‌های مربوط به مسائل کاری میتونه نشون دهنده یک شراکت باشه. کارت شماره 7 کارت عرابه هستش. نشون دهنده پیروزی از طریق اراده و تمرکزه. یک حرکت مثبت رو به جلو، یک تغییر وضعیت مثبته. البته مثبت بودن این تغییر وضعیت خیلی تحت تاثیر کارتیه که بعد از کارت عرابه در چینشمون قرار میگیره. کارت شماره 8 کارت قدرت نهاییه، یا کارت قدرت هم بهش میگن. نشون دهنده شجاعت درونی و مهار نفس هستش. میتونه یک زن قوی رو هم نشون بده. در بعضی از نیت‌های خاص میتونیم به قدرت باروری زن هم اشاره کنیم در مورد این کارت. کارت بعدی کارت درویش یا زاهد هستش. نشون دهنده جستجوی درونی، تنهایی و خرده. میتونه نشون دهنده کنارگیری کردن هم باشه. کنارگیری از اطرافیانی که باعث دلخوری و رنجش صاحب فال شدن. کارت بعدی کارت چرخ اقباله. از اون کارت های تاروته که من عاشقشون هستم، چون پر از نمادهای عجیب و بسیار جادویی هستش. این کارت خیلی خیلی کارت پرمعنیه و نمادهای این کارت بسیار بسیار میتونن در تعیین سرنوشت اون چینش تاروت مهم باشن. آخرین کارتی که در این ویدیو میخوام در موردش صحبت کنم کارت عدالت هست. نشون دهنده تعادل، حقیقت و مسئولیت هستش. تصمیم من اولین بود که حداقل 22 کارت آرکانای کبیر رو همینطوری خیلی گذرا و سطحی فقط در حد معرفی در این ویدیو بهتون بگم، اما چون ویدیو خیلی طولانی شد ترجیح میدم بقیه رو در ویدیوی بعدی براتون توضیح بدم. دوست خوبم، برای تهیه این ویدیو خیلی باید زحمت بکشم و وقت بذارم، پس تو هم به من انگیزه بده با معرفی کانال به دوستات، سابسکرایب کردن کانال و لایک کردن ویدیوهای من. اگه مطلبی به نظرت رسید که دلت میخواد در آموزش ها حتما اونها رو داشته باشیم، برام کامنت بذار و بهم بگو. یادت باشه من معلم سختگیری هستم، پس برای اینکه بتونی از آموزش های من نهایت استفاده رو ببری، نکته برداری کن، یادداشت کن و خوب درست رو بخون. دوستت دارم، بهت افتخار میکنم. تا ویدئوی بعدی، خدا نگهدار.